السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد، امروز ما کمی از اسماء الحسنا، یعنی از نامهای الله سخن میکنیم. اول اسم الله. اسم الله اسم ذات پروردگار عالم. برای قوت عظیم و یقین اگر کسی روزانه 1000 بار بخواند، جهت مریضی ناعلاجی بی‌دوا را دوا می‌بخشد. اگر کسی یا الله را با کثرت، یعنی بسیار ورد نموده دعا شفا کند، انشاءالله شفا حاصل خواهد شد. یعنی همچون برای به بیمار خواندن یا الله را اگر ما دم کنیم، انشاءالله به اسم یا الله هر بیماری که داریم شفا می‌یابد.